ما الان راحت نشستیم و در مورد این مسائل، این که بر سر جانشینی با هم دیگه به اختلاف افتادن و درگیری شد و برادر رو کشت و نمیدونم پدر پسر رو، پسر پدر رو، داستان‌های اینها رو همچین راحت میخونیم و رد میشیم میره. ولی چه بر سر ملت ایران اومده در این دوران خدا داند. هرج و مرج شدیدی در گرفت پس از شاه طهماسب اول صفوی. عده‌ای از سران قزلباش، همون ارتش صفویه، طرفدار اسماعیل میرزا فرزند چهارم شاه طهماسب بودند که در زمان حیات پدرش به علت خودسری و مخالفت با صلح آماسیه مرتکب حملات متعدد به خاک عثمانی شده بود و در نتیجه مغلوب و مدت 20 سال در قلعه قهقهه زندانی شده بود. یعنی پدر شاه طهماسب اونو 20 سال در زندانی کرده بود.